استفاده رو انجام نده. چیه بابا وایرال کردی تو اینستاگرام ناموسن. حالا بچه‌ها یه سلام علیک بکنم. سلام بچه‌ها، درود به روی ماهتون. حالتون چطوره رفقا؟ خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. ببینید محسن شب ساعت 9 با یه برنامه جدید، امشب با یه برنامه جدید برگشته. به تخمم. ببین بچه‌ها امشب میخوام براتون بتر کنم و فقط میخوام دور هم دیگه یه حلقه اینجوری بزرگ اینجوری بزنیم، فقط ببینیم و بخندیم. بچه‌ها براتون خنده‌دارترین تبلیغات اینستاگرام رو آوردم که هم ویدیوی اورجینال خودش رو براتون گذاشتم، هم کلیپایی که از روش درست کردن گذاشتم، یه چند تا تبلیغ قزبازی دیگه هم که اخیراً وایرال شده گذاشتم. به غیر از اینا یه چند تا کلیپ بوم خنده‌دار دیگه هم کنارشون گذاشتم از آیسون اسلامی و بلاگرای مختلف که بریم با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم و از دستش ندیم. بچه‌ها تیار کردم براتون امشب. بچه‌ها برید معطل این ویدیو رو ببینیم. یادتون نره که حتما کانال داشتتون از این پایین سابسکرایب کنید، لایک ویدیو رو بچه‌ها حتما بزنید که دست به دست بشه. بابا به خدا 7 ساعت طول میکشه ادیت این ویدیو، یه لایک میخوای بزنی به خدا چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه. توی کامنت هم بچه‌ها نظرتون رو بهم بگید، خیلی واسه من نظراتتون مهمه. حالا جدا از نظراتتون ازتون خواهش میکنم که ایده‌هاتون هم به من بگید، نه که بچه‌ها من راجع به بازی ویدیو بذارم. یه ایده بدید که مربوط به محتوای چنل باشه، ولی سر به چنل بزنید مربوط به همون باشه. آره دیگه بچه‌ها عشق من دیگه، بیشتر از این معطلتون نمیکنم. بدون حرف اضافه‌ای let's go. ببینید بچه‌ها این تبلیغی که میخوام بهتون نشون بدم و واسهش فن پیج زدن توی اینستاگرام، واسه این تبلیغ فن پیج زدن. ببینید ماما میا ماما شیترا کاچلا ورساچ ایروش یه برند ایتالیاییه. به نسبت میتونم بگم تبلیغش معتدله. مثل اولی که داره لیمو ترش، سیب بناناش بیشتر صداش انگار عجیب غریب داشت جلوه میداد، مثلا صداش مثل این گزارشگرا و مجری‌ها داشت جلوه میداد. یکی این که اون اولش ماما میا ماما سیتا یعنی چی، من منظورش اینه نفهمیدم. بابا دیگه به خاطر اون یه تیکه اولش این وایرال شده، نه به خاطر عطرش. این سه تا کارا نکن. جلوی بچه‌ت لباساتو عوض نکن. بدون لباس با بچه‌ت حمام نرو. به زور بچه‌تو بوس و بغل نکن. این نکنی که آخرش میگه به خاطر همین یه تیکه کلمه این دیده شده و بازدید خورده. نکن. حالا اینستاگرام بری این سه تا کارو نکن. همشون اینجوریان. پسرا خدای راستشو بگید، بین من و 100 میلیارد پول کدومو انتخاب میکنید؟ میدونم میگید من 100 میلیارد میدم فقط قیافه اینو نبینم. باران با ترانه با گوهرهای فراوان میرسد از بام خانه. کودکی مازنی بودم در جنگل‌های چالوس میدویدم، شاد و خرم کس و منگول. اینجا آمدم گاییده شدم، خار این زندگی رو من گاییدم. حاجی گرمه برادر. چه خبرتونه؟ وقتی باید تو بدبخت‌تر باشی. خب حاجی من عجیب گشنم، هیچی نخوردم یه روزه. به تخمم. بابا من 2-3 روزه هیچی نخوردم. 2-3 روز من لباس پول خریدن لباس ندارم. حاجی من یه شورت پام یه ماه برای بابام اونو میپوشم. من ماشینم خرابه، نمیتونم برم سر کار. بابا من حتی ماشین ندارم. اصلا من ماشینم اوکی بود، به خاطر ترافیک پیاده میرم تو سر کار. بابا من اصلا فلجی. من فلج نیستم، میرم مهمونی، ولی رفتم مهمونی هیچ حرکتی نمیکنم، هیچ دختری بهم پا نمیده. بابا من میرم مهمونی، میرم توی گوشه اتاق جرق میزنی توی مهمون. من میرم مهمونی، منو میگیرم برو بالا شو اتاق مسای. یک ادامه میداد پامو شدن به هم دیگه دقیقا این دختان. ببین بهترین پدر دنیا رو برات آوردم، یعنی اگه تو خونه باش باشی فکر کنم دیوونه بشی. ببینید وسط این همه برداشت تو واریز باش. ببین اینستاگرام با پدرها چیکار کرده. ببین اینستاگرام با پدرها هم داره خزوخیل میکنه. به خدا من چند تا پدر دیدم همینجوری تو اینستاگرام دارن خزبازی ویدیو میذارن. حالا نمیخوام اونا رو کلیپشون بکنم براتون، زشته، پدرن، حرمت داره. ولی ببین نه بچه‌ها میگی ببین ما قول دادیم به خودمون هر کی مسخره بازی در آورده خزاخیل بود بگیریم روش. میارمش واسه تو ویدیوهای بعدی براتون میارم، ولی این خیلی عجیب غریب بود واسه من. به تخمم. این سه کارو نکن، تو پروم نگو، لباسایی که پروم میکنی داخل پروم ندار، انقدر تو تفیچونه ندن.
میدونی چرا من میگم این اینستاگرام همه رو دیوونه کرده. شما بگید نه. فروشنده مغازه بود، کارگر بود. ببین به چه روزی انداخته بودتش. ببین دیگه محتوا وقتی محتوا نداشته باشی برای درست کردن هر چرت و پرتی که الان این تبلیغ بچه‌ها، همین تبلیغات بهتون گفتم وایرال شده، هر کی اومد از روش ویدیو درست میکنه. بیا اینم یکیش. دیگه بی محتوایی داره بیداد میکنه. انقدر بی محتوا شده اینستاگرام، هر چرت و میگم بچه‌ها اینستاگرام خودمونی شده. بری تو اصلا احساس میکنی زندگی خودته، یه چیز عادی هستن. یعنی انقدر همه با هم دیگه خودمونی شدن، انقدر راحت شدن، انقدر بی محتوایی زیاد شده که احساس قربت نمیکنی اصلا. یعنی اصلا اینو ببینید. میدونی چرا پاییزه؟ چون که برگا میریزه. محتوا رو خیلی از نمایشگاه صداگاه رو نکن. رفیق دلال دمرو خود نبر، تو رو 5 تا مشتت میزنه. با مدیر نمایشگاه کلکل نکن، به جای دست 2 دست کمیسیون تو رو میزنه. امام زمان یک چکی میزنه که تو روله تمامت خون در بیا. وقتی یه نمایشگاهی میگه یک هفته است رنگ داره اونجا رو ترک کن. آخه میخوای بفروشی رویت رنگ میشه. من گو بخورم دیگه اینستا برم، فقط از یوتیوب ویدیو پیدا میکنم. چه وضعیه بابا؟ درست کرد برای خودتون. اکسپلور رو باز میکنی، ستگار نکن. بس دیگه بابا. عطسه میکنی همراه با عطسه خود دهنت هم نمید واکن داد بکش. یعنی بزنه تمام رگبگا رو واکنه. نه یه چی که خواهر آدمو میگاد. راست میگه، به خدا اینو راست میگه. لحن زدی؟ نه با چون خور. قبل از اینکه بمیری آرزوت چیه؟ تو بمیری؟ اصلا این مکامد ازش فیلم گرفتن. نجات شهر بهانه است. کوچه های شهر را به دنبال تو میگردم. بتمن ایرانی. ببین اینجا ایرانه. چه ربطی داره؟ بی محتوایی داره بیداد میکنه. برسید به داد مردم. Mamma mia, mamma stai tra cancella. Versace Eros. سوکولونتو پلانتو بوی کیرخر گاو. نسخه آیسان اسلامیش بود. هممون یه بار این کارو کردیم. پخشش بکنیم. حالا یه جوری هم نگاه کنه انگار کیت خونه. تمام پاکسازی کامل. بچه‌ها این نمیدونم شکر بود دستش یا نمک بود. من با بیسکویت خیلی این حرکت رو زدم. بیسکویت مثلا یه تیکه میافتاد، گردش میافتاد، یه دست بهش میکشیدم کلا ناپدید میشد. بهتری اگه فکر کنم بس به قیافش میخوره مادر بشه، نمیدونم. وقتی توی چای هیئت عرق میریزن. بیچاره یه گوشه داره میرقصه خوشحاله. چه کار بهش دارید ازش فیلم گرفتید؟ قشنگ رو همون فوکوس کرده، روی از هیچ که دیگه فیلم نمیره، فقط رو همون فوکوس کرده داره ازش فیلم میگیره. بیچاره چقدر کیوت میرقصید. رفقا این بود از ویدیوی امروز که امیدوارم از دیدنش لذت برده بوده. بعد چشاتو برام چپ خدای بچه‌ها دارم زحمت میکشم واسه این کامیونیتی، خیلی دارم زحمت میکشم به خدا. یعنی سرویس شدم قشنگ. حالا به خاطر فشارات روحی روانی هم که رومه، هر شب دارم براتون دیلی ویدیو میذارم. یعنی پوستم سرویس شده. یعنی ادیتش بچه‌ها ادیتش به خدا خیلی طول میکشه. بعد یه لایک مثلا به طرف میگه هنوز نیومده، از بچه‌ها لایک میخوای، کامنت میخوای. خب میگم بچه‌ها یاد، حالا خیلی بچه‌ها یادشون میره بهشون نگی، ولی خب میگیم حمایت بکنن بچه‌ها. حالا ما اینجا داریم زحمت میکشیم، بچه‌ها یه لایک و کامنت بذارن که زحمت‌های ما هدر نره. حالا خودشون میبینن اصلا یه لایک بکنن چی میشه مگه؟ حالا یه لایک به داشتون دارید، اینقدر خسیس بازی در نیارید. حالا بچه‌ها عشق منید دیگه. خلاصه تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.